بسم الله الرحمن الرحیم. بنده کریمی هستم، مدیر فروش کارخانه تولید کفش رزمگام تبریز. این کارخانه به مدیریت آقای رزمجو اداره میشه. این کلیپ راجع به مدل های کفش پاراشوتمون هست که در دو رنگ تولید میشه، رنگ مشکی و خاکی. جنس روی اینا از چرم طبیعی هست، دارای برزنت ضد آب هست که کلا پشت مواد آب نفوذ نمیکنه ازشون. این برزنت همه جای کفش رو پوشونده، حتی تقریبا 2 سانت تا میشه پایین زیره که حتی امکان از نفوذ آب جلوگیری بشه. برای راحت پوشیدن زیپ دارشون کردیم. قد اینا استاندارد جهانیه، تقریبا میانگین 22 الی 25 سانت، دارای جابنده های 8 عدد از سایز 40 تا 45 تولید میشه. ارزم دارای وزن خیلی سبک و خیلی با دوام هست. زیره هاشون از مواد پیو تهیه میشه. تقریبا کارخانه رزمگام قدرت تولید روزانه 700 الی 1000 جفت رو داره. بزرگترین کارخانه‌ای که در ایران کیفیت رو به صد رسونده، مخصوصا در مدل های پاراشوت و تیمبرلند، کارخانه رزمگام تبریزه. موفق و پیروز باشید.